بعضی از روزا فقط زنده‌ای. نه با انگیزه چشمات باز میشه، نه برنامه‌ای داری، نه امیدهای خیلی بزرگت پررنگن. فقط بیدار میشی. یا تو جات میمونی کل روز، یا اگر بلند میشی کار خاصی نمی کنی. فقط میمونی تو خونه و منتظر میمونی که شب شه. و این یه جور بقاست. ما فکر میکردیم که بقا فقط مال آدماییه که تو گذشته دور بودن، یا اونایی که تو جنگن و از زیر آوار نجات پیدا میکنن، یا کسایی که از دل تاریکی‌های خیلی بزرگ میان بیرون. ولی الان بقا این شکلیه. وسط زندگی‌های مدرن و شهرهای شلوغ، وسط اخبار مبهم، وسط روزایی که معلوم نیست فرداش کجاست، ادامه بدیم. یه جایی تو زندگی هست که شک داری چیزی قرار خوب شه، یا مطمئنی که نمیشه، یا یه وقتایی هم تو اون شکت یه امید کوچولو روشنه تو دلت، ولی آنی از بین میره و موندی چیزی درست میشه یا نه. و باید بهت بگم این لحظه ها ما نه قهرمانیم نه بازنده، ما آدمیم. و این حس ها کاملا عادیه برای آدمایی که دارن تلاش میکنن وسط همه ندونستنا یه جوری خودشونو به شب برسونن. و این تلاش شکل نرمی از بقاست. یه بقای بی سر و صدا. بقای آدمایی که داد نمیزنن ولی از درون هم به هیچ عنوان فرو نمیریزن. و تو این روزا بیشتر از همیشه دلت یه جای امن میخواد. یه جایی که از هیاهو دور باشه. و الان میرسیم به سوالمون. خونه کجاست؟ وقتی به اطرافت نگاه میکنی و میبینی همه جا درگیره و هیچ کدوم از آدمای دورت هم نمیدونن چه خبره، اون خونه امن کجاست؟ و توی مسیرت، توی این روزای شلوغ، هر طرف رو بگردی، در نهایت میفهمی اون خونه تو قلبته و چاره رو هیچ جایی جز درونت پیدا نمی کنی. بقا یعنی زنده بمونی، درسته؟ ولی زندگی یعنی تو زنده موندن یه تیکه کوچیک از خودتو حفظ کنی. یعنی بذاری اون بخش کوچیک درونت که میگه زندگی هنوز خوشگلیاشو داره و قشنگی ها رو میتونه ببینه زنده بمونه. ما از بقیه توقع نداریم که همه چی رو بفهمن. هر کسی توی مرحله زندگیشو یه ظرفیتی داره. یه وقتایی یه نفر فقط میتونه خودشو بکشه بالا و دست هیچ کسی هم نگیره. و این همدرد نبودن دلیلی بر بد بودن نیست. این فقط یعنی هممون توی یه شرایط نیستیم. پس اگه احساس کردی ناامنی یا که تنهایی، گوشه‌گیر نشو. خودتو کمرنگ نکن. یه لحظه وایسا. از خودت بپرس کجا هنوز امنه؟ کجا هنوز روشنه؟ کجا گرمه؟ و اون جواب سمت چپ قفسه سینته. البته نه به عنوان یه جواب کامل، به عنوان یه نقطه شروع. خونه‌ای که همیشه باهاته خونه‌ای نیست که دیوار داشته باشه. یه حسه، یه لحظه است. یه من کنارتم از طرف خودت، برای خودت. اونجا که با خودت آرومی و به خودت فرصت اشتباه میدی. بین یه عالم ندونستن خودتو بغل میکنی. اونجا خونه است. و شاید راز زنده موندن نه تو قوی بودنه، نه تو امید و انگیزه داشتن همیشگیه. شاید فقط توی این باشه که بدونی اگه همه چی تاریک شد، تو هنوز میتونی چراغ کوچیک خودتو روشن کنی. و اگه یه روزی، یه لحظه‌ای حس کردی که دیگه نمیتونی، یادت بیاد که تو تا همینجا هم خیلی چیزها رو از سر گذروندی. تو هنوز اینجایی، نفس میکشی و با خیلی چیزا میجنگی. شاید تو سکوت، ولی واقعی. تموم کاری که باید بکنی فقط اینه که الان که به شب رسیدی بمونی تا فردا. تا شاید اون خونه بیرونی یه روز ساخته شه. ولی تا اون موقع این خونه درونی تنها جاییه که همیشه باهاته. کسی که خودش رو بغل میکنه هیچ وقت بی پناه نمیمونه. پس خیلی مراقب خودت باش، چون